امروز در روز 11 ماه مبارک رمضان قرار داریم. انشالله مو خانه‌ای را که دوستا پیش از پیش بر ما سروی کردن که فامیلای بسیار زیاد بی وضاحت هستند، بی وزنا هستند. انشالله که میریم این پروگرام را که ما سرخان باران رحمت در نظر گرفتیم، انشالله پیش از ما میریم همراهشان از وضعیت زندگیشان خبر میگیریم و توفیقی که از طریق بنیاد خیری باران رحمت در نظر گرفته برشان تقدیم میکنیم. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره عشقی که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، آنی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، قسمی که وعده کرده بودیم ما در ماه مبارک رمضان پروگرام دسترخوان باران رحمت همراه خانم های بی وضاحت و بیوه در نظر گرفته بودیم که شما کمک کردین. انشالله ما کمک های شما را به خانم میرسونیم. مادر عزیز ما سروی شده بودن قبلا، ما آمدیم که از نزدیک هم باشن یک معرفت حاصل کنیم و بر شما از شرایط زندگیشون یک فیلم بگیریم تا انشالله که در آینده هم کسایی کمک میکنن مد نظر بگیریم. مادر جان سلام علیکم. خدا کنه که خوب باشه، سرتون خوب است. قصه کنین از روزگار زندگی. روزگار ما دیگه نمیتونی، روزگار ما بسیار مشکل است. این روزگار ما نمیدونم شوهر گفتن فوت کردن. شوهرم گفت فوت کرده. شوهرم فوت کرده. این بیزا چوچه کار من دیگه هیچ ما هست هیچ به خدا میتونی بیافرید. دیگه بل برق میای مشکل است. میگیرم گرد میگردم بل برق پیدا میکنم. قرض زیر قرض یکی کور هستی. این قرض که بخور. دیگه روزگار ما بسیار بد است. مشکل است. خاله جان شما چی باز چیز کار مار میکنین؟ این کالوشویی یکان کار واری میخوانه خانه را میکنیم. اونو برم بیافتیم میخوریم نیافتیم میگن سبت خدا کنش. الله متعال از غیر وسیله ما این شما را کنم. این بچه که خورد صنف چند هستی آقا جان؟ 5. صنف 5 هستی؟ ماشاءالله درس میخوانی. باز برای زکام کارم خود میکنی یا نمیکنی؟ چی کار میکنی؟ این کار اگه باشه این
یک کراچی برای چیپ کردن و ندونه مکتب خواندم. اون چیز مکتب ما آسمان میمونه. این قلم یک کتاب تا یک بود. الله مطال انشاءالله که مشکل است اگر بسیار زندگی ما از طریق بنیاد خیری باران رحمت یکی از دوستا از شما بر ما اول دادن. ما آمدیم گفتیم که نزدیک روزگار زندگی رو ببینیم. خیلی ببینین خانه و جان جور بتیتونه. یک تحفه از طریق باران رحمت از شما آوردیم. انشاءالله او را خدمت شما تقدیم میکنیم. در آینده هم انشاءالله دوستای عزیزی که شما را میبینن خداوند تعالی باشید. کمک میکردن انشاءالله باز ما همراه شما با تماس میباشیم. ما این پیسه را انشاءالله از شما میتونم از طریق بنیاد باران رحمت در نظر گرفته شده. 1 2 3 4 5 هزار انشاءالله که شما انشاءالله که خداوند ای برکت بده شما دیگه برای کسایی که کمک کردن دعا کنید. دعا میکنم کلتان دعا میکنم شما را خیر بده. عزیزان شما را خداوند متعال مزد و پاداش بیکران نصیب کنه. با شما تقاضا دارم که مادر ما را در آینده ها انشاءالله کمک کنین تا بتانن که سر پای خود استاد شوند و بچه‌کشان انشاءالله ادامه تحصیل بده و انشاءالله که صدقه جاریه بر شما حساب میشه. مادر جان اگر در آخر کدام گفتنی داشته باشی جان جور بده جان جور بده خیلی ببینی یعنی کرای خانم میایید ایران میمانی خانم کرایی است. بله فعلا یعنی در خانه چی خوراک دارین؟ خوراک دیگه یک چارک چیز میخریم یک نیم سیر یعنی گوشم یک دو تا نان میگیریم میاریم یک سه تا نان شوله موله میگیریم چی کنیم خدا مهربان است انشاءالله. الله متعال برکت بده. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان. بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من اگر عمری